یه تلنگوی کوچیک از من به شما. مجردهایی که با جسارت تمام تصمیم میگیرن دست از جستجوی عشق بردارن بدون شک الهام بخشن. سلام رفقا، چطورین؟ من سعید حیات هستم، یه روانپرستار. خیلی خوش اومدین به کانال سعید لایف استایل. امروز میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که پیدا کردن نکردن عشق تو زندگیش تاثیر از بچگی تو مغز همه ما اینجوری فرو کردن و فرو شده که به دست آوردن یک عشق ابدی سهم همه ما از زندگی رفقا. یعنی ما نتیجه بخش بودن یک زندگی رو در جستجوی عشق پیدا کردن میبینیم. برای همین اصلا هیچ جوره نمیتونیم کنار بیاییم که خب یه زمانی ما متوقف میشیم و یه زمانی در جستجوی عشق دیگه نمیتونیم باشیم. عشق هم نمیتونه دنبال ما بوده. پس آیا اون زندگی بی ارزش؟ عموما در پاسخ به این پرسش که آیا داشتن یه زندگی و یک رابطه عاشقانه حق مسلم ما هست یا نه، به شدت واکنش نشون میدیم، برخورد بد میکنیم و اعتقاد داریم که بله حتما حق ماست و اصلا واکنش کاملا منفیه. متاسفانه خیلی از روانشناسا، بلاگرها و خیلی از پادکست‌ها به این صورت هستش که فقط داره به ما رو تشویق میکنه که چطور در نظر دیگران خوب به نظر بیایم، چطور توی دیت دو نفره عالی به نظر بیایم. برنامه‌های دیتیابی رو در واقع دارن رواج میدن، برنامه‌های مثل عشق ابدی و یعنی فقط هدف دنبال کردن و پیدا کردن یه پارتنر و یک عشق هستش از نظر اون چیز. این به ما تزریق میشه، این نوع تفکر به ما تزریق میشه، وارد ذهن ما میشه. ولی آیا عموما داشتن یک زندگی با عشق آیا واقعا اصلا همچین چیزی هست؟ یعنی همه زندگی ما خلاصه میشه توی این موضوع یا خیر؟ جستجو برای عشق مثل یه مأموریت بی پایان میتونه زندگی شما رو تحت تاثیر قرار بده و خرابش بکنه و این باعث میشه که به جای لذت بردن از لحظات شیرین زندگی ما همش دنبال این باشیم که خب بعدش چی میشه، فردا چی میشه، اگه کسی عاشق من نشه چی میشه، اگه من عاشق کسی نشم چی میشه. و این با این چراها و چگونه ها و اینها ما میریم جلو، هیچ لذتی از لحظات حال زندگیمون نمیبریم. پرسش های بی پاسخ و بسیاری مثل چرا زنگ نزد، چرا زنگ زد زود قطع کرد، چرا حواسش به من نبود، چرا همش زنگ میزنه نمیخواد منو ببینه، چرا تو دیت اول برام گل نخرید، چرا تو دیت اول برام کادو نخرید، برام شکلات نخرید، چرا بعد از دیت اول بلافاصله پیام نداد تشکر کنه و ازم. هزار تا سوال چرند دیگه که تازه وقتی که دست از جستجوی عشق برمیداری متوجه میشی زندگی چقدر بار سبکیه و اصلا قرار نیست اینقدر سنگین باشه. وقتی مجردی سینگل هستی، زندگی تو به خاطر اومدن یه آدم دیگه نباید متوقف بکنی رفیق. از تلاش آگاهانه بردار، دست از پیدا کردن یه آدم مناسب توی زندگیت بردار. مثلا حرف من این نیستش که ما باید قید همه قرارهای عاشقانه و نمیدونم دیتا و اینا رو بزنیم، نه اصلا. ولی من میگم مرتب سرتو از توی این برنامه‌های دوستیابی، برنامه‌های نمیدونم عشق ابدی، اپلیکیشن های مختلف توی ور رفتن با صورت خودت برای اینکه خوشگل‌تر به نظر بیای، برای اینکه آدم مناسب‌تری برای دیت باشی یا برای طرف مقابل، دست از این کارها بردار. از تلاش آگاهانه دست بکش، رها. اینکه مرتب در حال چت کردن و دایرکت پاسخ دادن هستی، ببینی که آدم مناسب تو بالاخره پیدا می‌کنی یا نمی‌کنی، از این دیت به اون دیت، از این کافه به اون کافه، از این اپلیکیشن به اون اپلیکیشن که دختر مورد علاقه، پسر مورد نظر تو بالاخره پیدا بکنی. این یک تلاش بسیار بسیار واهی و حوصله سربره. وقت، انرژی، انگیزه و امیدت رو رفته از دست میدی و به تهش میرسه این ماجرا. آشنا شدن با یه آدم جدیدی مقوله‌ای هستش، هر چی بیشتر براش تلاش بکنی کمتر بهش میرسی. هر چقدر رهاتر باشی نسبت به این موضوع، اون موضوع بیشتر میاد سمتت. یعنی شما وقتی رها میکنی این موضوع رو، دست از تلاش آگاهانه بر میداری، آدم‌های درست‌تری سر راهت قرار میگیره. وقتی تو میری کندوکاش میکنی تو آدم‌های مختلف زندگیت، اطرافت، آره مثلا پسر همسایه به نظر کیس مناسب، من برم ببینم چه جور آدمیه، یه نقطه سیاه بالاخره پیدا می‌کنی، ببینم پسر مثلا فلانی چه جوریه، دختر فلانی چه جوریه، اینجوریه اونجوریه. اینا باعث میشه که اون کندوکاش‌ها و تلاش‌های آگاهانه باعث میشن که تو فقط خسته بشی از این. رفته آره چند سال اول انرژی داری، چند ماه اول خیلی انرژی داری، ولی انرژی از بین میره، مخصوصا با توجه به شرایط اقتصادی جامعه ما از دست میدی، امید تو، انگیزه تو، نمیدونم انرژی تو، همه چی تو از دست میدی دیگه. حتی رمقی نداری برای پیدا، یعنی مثلا وقتی یه دونه آدم درستم پیدا، تو دیگه رمقی نداری، تو دیگه خسته تر از اونی هستی که بتونی تلاش بکنی برای یک رابطه و یک عادت. کنار گذاشتن عادتهای مثل این عادت، مثلا پیدا کردن دوستیابی، فقط منظورمون نیستش که تو اپلیکیشن دوستیابی نباش، دیت نرو، فلان و اینها نکن، نه. منظور عمیق‌ترمون بچه‌ها این هستش که همه ما توی زندگیمون باید
منتظر این باشیم که رابطه ای رو تجربه بکنیم و در رابطه ای قرار بگیریم که ایدئال نیست و آرزوی ما همیشه بوده، اما حالا میبینیم که در واقعیت چیز دیگریه و اصلا شبیه رویاهای ما. با این داستان بدون شک برای همه ما دردناکه، ولی پذیرش این موضوع که مرد که داریم باهاش زندگی میکنیم یا زنی که داریم باهاش زندگی میکنیم بسیار بسیار دورتر از رویاها و تصورات ما هستش اصلا کار سختی نیست و باید این موضوع رو باش کنار. اینطور برای مجردهایی که دنبال میگردن، وقتی دنبال کردن رو رها میکنن میرسن به این باور که زندگی رو در واقع میرن سراغ یک باز تعریف جدیدی از یک زندگی جدیدتر و در افقهای دورتر بدون یک آدم دیگه و بدون نیاز به یک آدمی. و داری حال میکنی با زندگی دیگه، سینگل هستی یا داری حال میکنی، اجازه نده جستجوی عشق این لذت ها رو ازت بگیره. اجازه نده فرهنگ جامعه مجرد بودن و سینگل بودن رو به معنی ناقص بودن و مشکل داشتن و عیب و ایراد داشتن به تو منتظر نباشی یه نفر سوار اسب سفید بیاد و زندگیت رو دگرگون بکنه. مسئول زندگی خودت تو هستی. ندی. از لحظه زندگیت برای رشد فردی خودت استفاده بکن. وقتی که تو پیشرفت بکنی و اوج بگیری، بدون شک در اون اوج کسانی هستن که حتما منتظر تو هستن بدون اینکه نیازی باشه تو تلاش بی خودی انجام بدی. ممنونم که این ویدیو رو با من تماشا کردین رفقا. اگه دوستش داشتین لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید. مثل همیشه خیلی دوستتون دارم و مثل همیشه مواظب خودتون باشید.